حاج آقا به نظر شما ما میبریم یا روسیه؟ والا این بستگی به نظر آقا و توافقی که با کاخ کرملین کردن داره اخوی. آره احسن حاجی بیا خود از این تخمه ها هم بخورا. نه اونا به مزاجم سازگار نیست. بس یکم از اون پاپکورنت به ما بده. نه اینا هم به مزاج تو سازگار نیست. عجب گیدایی هستی ها. خب لااقل پاشو همت کن دو تایی یه موج مکزیکی بزنیم آخه. خجالت بکش حاج آقا، ناسلامتی ما نماینده ولی فقیه هستیم و موج مکزیکی چیه؟ موج فقط موج ولی، رهبر فقط سید علی. جان حضرت آقا مگه موجم داره؟ بله که داره. اون وقت موج رهبری چجوریه؟ این که اینجوریه، این دستو میگیری بالا میدی بالا اینور میری بالا اینور برو این یاد گرفتی؟ حالا تو هم موج رهبری بده. اولا 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 نکن اخوی این صدا چیه داری از خونت در میاری؟ قباحت داره. خب اخوی موج ولایی که میدی یه صدایی هم باید در بیاری دیگه. شما بگو موج رهبری صداش چه شکلیه بنده همونو برات اجرا کار نده. ببین اینطوریه انجزه 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 انجز انجزه 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 انجز. عجب لگدی زنجیدی. آره شیر سماور دقت کن برادر، شیر سماور دقت کن مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر... بشین حاج آقا زشت این حرفا از شما بعید آخه. همش تقصیر این حسن روحانیه ها. حاجی چه ربطی به روحانی داشت آخه این آخه؟ تو حالیت نیست مثل این که زود ربطشو بفهمی. اگه این شیخ بنفش از این لبخنده به جامعه جهانی نمیزد الان هیچکی جرأت نداشت رو بازی کنه ما خطا کنه که. بابا اون جامعه جهانیه این جام جهانی آخه. حالا چه فرقی داره؟ خود جفتش یکیه دیگه. حاج آقا اون بالا رو نگاه کن، اون بالا رو ببین. اینا چرا مثل ما عکس بنیانگذار انقلاب و حضرت آقاشون رو نچسبوندن حاجی؟ الو حاجی حاج آقا به کی داری نگاه میکنی شما آخه؟ بابا این چی؟ اینا چرا زن توی استادیوم آوردن؟ زن توی استادیوم چیکار؟ کجا این برادرای گشت ارشاد؟ آجی یه جوری میگی انگار داریم تو قم فوتبال بازی میکنیم. بابا اینجا مسکوه بابا. او یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه ببین چه حمله ای کرد تیم ما. گل نزنی ها. الو نزن برادر، نزن. برگردین عقب جناب داور. آفساید بگیر آقا جون، آفساید بگیر. آخه من نمیفهم واسه چی برگردن عقب؟ خب باش گل بزنن دیگه. آخه تو معلومه اصلا طرفدار کی هستی؟ الان طرفدار تیم حریفم. جان نداره که. آره دیگه تو اصلا میدونی اگه تیم ما گل بزنه چند میلیون نفر تو ایران شاد میشن و بالا پایین میپرن. بالا پایین ها از تو همین بالا پایین ها فتنه در میاد. خب شعار در میاد. تو چی میفهمی این چیزا رو آخه؟ تو رو چه به فوتبال برو روزتو بخون. نزن آقا نزن. برگردین عقب. عناصر ضد انقلاب، مرگ بر ضد ولایت فقیه. عجیب بشین بابا بشین. عقبی خون خودتو از این کثیفی که هست کثیف‌تر نکن آخه. دیدی چه خاکی به سرمون شد؟ تیم ما گل زده. وا ویلا، ای وا مصیبتا، وا رهبر را، ای وا امام راحله، وا مظلم الهدا. الان کی زد گل رو؟ اون عنصر ضد انقلابی که داره ملق میزنه اون وسط زمین. این بذار تیم ملی برگرده ایران یک بهش نشون سر طلایی واقعی میگم کیه. حالا صبر کن بذار بیاد. ای مرگ بر امریکا اخوی. حالا چجوری این زد گل رو؟ بشین برات صحنه آگستشو بگم. وسط مستطیل سبز بود مهاجم حریف یه شوت به طرف دروازه ما زد. یه جوری محکم زد که گفتم الان میره گوشه دروازمون تورمون رو تیکه تیکه میکنه. دل علما با آیات عظام رو شاد میکنه. ای خدا. ولی
ولی دروازه‌بان خدا نشناس با سری توپو گرفت. الهی من فدای دل پاره پاره سرمربی تیم حریف. قوچی توپی رو برداشت از میانه زمین رد شد و بدو رفت به سمت دروازه. آفساید هم نبود، شوتو زد، توپ از لای پای دروازه‌بان تو گل رفت و تور دروازه رو پاره کرد. همه با هم بگین لای 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 زدیم و بردیم، دل عظما رو شکندیم، ای شکندیم. برو آقا برو، اصلا مالو چی به اینجا وسط یه مش کافر ضد انقلاب افتادیم. آقا نزن حاج آقا نزن، واسه حداقل یه موج رهبری دیگه با هم بریم بابا. نزن برو بابا دیگه برو بهت میگم برو موج رهبری بخوره تو فرق سرت. برو